سوره بقره را شروع میکنیم. اولین چیزی که در سوره بقره است نامش است. چرا این سوره را به نام سوره بقره یاد میکنه؟ وجه تسمیه. این چندم سورت است در نزول خود و چه ارتباطی داره با امرای سورت ما قبل؟ سوره را به نام سوره بقره یاد میکنه. بقره در لغت عربی گاو میگه. بعضی علما قائل به است که سورت نگویم بقره. چرا؟ به خاطر که سوره گاو از این خاطری نام درست نیست، لیکن با واسه که دلیلشان در عقل خوب است. چرا که سوره گاو میگیم؟ لیکن مفسرین کرام میفرما که از زبان مبارک پیغمبر علیه السلام امی قسم نام آمده نقل شده. سورت بگه بقره، سورت آل عمران. از امو خاطر آجت به این نیست که بگیم نه ایمن است. چرا؟ در حدیث ثابت است این نام گفته میتونیم. وقتی که میتونیم چرا؟ سوره بقره دراسترین سورت در قرآن کریم است. از او خاطر مشتمل به یک قدر احکام است که انسان در حیرت باقی میشه. اگر ما ادعا بکنیم که کلی مضامین و مطالب دین در یک سوره بقره ذکر شده، بیجا نگفتیم. و ادعای ما مکمل درست و برجا است و حق است. چرا؟ یقینا که مشتمل به بسیار احکام است. خیر، چرا در کل این قدر موضوعات یک موضوع را خاص کرده و صورت به نام امو موضوع مسما کرده؟ او موضوع کدام موضوع است؟ داستان گاو در امی سوره ذکر شده. گاو بنی اسرائیل است. معلوم شد در بین کل مضامین سوره بقره امی مضمون داستان گاو خیلی اهمیت داره. چرا خیلی اهمیت داره؟ بنی اسرائیل قومی بود که الله در بینشان دعوتگرای دین خیلی زیاد روان کرده بود. انبیاء علیهم السلام زیاد در بینشان آمده بود. اما قوم نعوذ بالله ناسپاس، قوم لجوج، قومی که نعوذ بالله نعمتهای الله را نمی شناختن، قومی که انبیاء علیهم السلام نپذیرفتن دعوتشه، قتل کردن انبیاء علیهم السلام. از امو خاطر در یک روز چند دانه پیغمبر را قتل کرد و دیگران را تکذیب میکرد. چرا؟ بزرگترین جنایت بنی اسرائیل اینمیست که دعوتگران حق دلسوزهای واقعی مردم نگذاشتن که بیان حق میکردن. از او خاطر نه تنها که دعوتگران را قتل کردن، بلکه از دعوتگران مطالبه شرک میکرد که راه شرک برش باز کنه. به موسی علیه السلام وقتی که از رود بحر قلزم یا رود نیل تیر شدن، او طرف یک قوم دیدن که نعوذ بالله در بتا مجاور شده بودن، التزام از او را کرده بودن، معتکف بودن در اونجا. به موسی علیه السلام میگه اینمی رقم معبود بر ما بساز. نعوذ بالله. ببینه اقدر نشانه های قدرت الله را میدید، بازم از موسی علیه السلام پیغمبر الله میگفت این طور معبوده بر ما جور بکن که ما عبادت الله تبارک و تعالی را بکنم. و آنقدر محبت گوساله پرستی در قلبشان جا گرفته بود که هر قدر موسی علیه السلام دلایل بیان میکرد، آخر الامر هم وقتی که موسی علیه السلام در کوه طور برای آوردن کتاب رفت، سامری بدبخت خیست بین مردم یک خطبه ایرا کرد. مولای گمراه بود، مردم دعوت داد، گفته به کدام اللهی که موسی علیه السلام رفته اینمیسته. نعوذ بالله در گرد اینمی گوساله ساختگی سامری که او مابینش خالی بود، وقتی که شمال میشد او مثل یک سطل که بالا سوراخ بکنیم شمال که میشه او وصل میکنه، در گرد ازی چرخک میزدن، مثل قوم فرعونیا رقص میکردن و امیر عبادت میدانستن. هر قدر که موسی علیه السلام یارا میگفتی غلط گپ است، بازم محبت گوساله پرستی از قلب دور نمیشد. از او خاطر الله به خاطری که از قلبشان این محبت از بین ببره و بدانن که گاو الله شده نمیتونه، امر کرد، فرمان داد، گفت موسی علیه السلام که براشان بگو که گاو ذبح کنه، به دست خود ذبح کنه، به خاطری که بدانن از قلبشان محبت گاو پرستی از بین بره. چرا؟ باز ایمان کامل نمیشه. ما گاهی وقت میگم که تا وقتی که کبوتر شای دوشمشیره را به دست خود حلال نکنی نخوری، توحیدت پخته نشده. چرا که اگر حراس داری که اگر کبوتر را بخورم شای دوشمشیره برم ضرر میرسانه، موحد شده نمیتونی، عقیدت کامل نشده. اونو وقت عقیده تو کامل میشه.
اگر نه که امی عقیده را داشتی که نه چوبی که در پالوی قبر کدام پنجه چینار آمده بالا شده و در اینجا فلانی زندگی کرده، این پنجه چینار را چوبش کسی برده نمیتونه. تا او وقت تو موحد نیستی. در یک منطقه رفتم، یک چوبی خشک افتاده در اینجا. از کسی سوال کردم گفتم چرا کس نمیبره؟ گفتی خب میخی دلدل است، میخی دلدل است. چه عقیده خرافاتی داره. این موضوعات انشاءالله خوب فایده داره برای صحت عقیده ما. برادرها خوب بدانه مردم چی تصوراتی داره، چه قسم خود مومن میگه. در ذهنیت عامه مردم افغانستان این گپ آمده که علی رضی الله عنه یک شخصیتی بوده که یک اسب به نام دلدل داشت. خوی دلدلی تو اسب عادی نبود. در هر جایی که میرفت سنبش در سنگام نقشش باقی میماند و این قدر کلان بود که وقتی که استاد میشد مثلا چیسته دنبی ازی یا تنه پشتی سر ازی در طرف دیمزنگ بود، خود سرش در کوی زنبورک بود. این قدر کلان می بود. از او خاطر رو مردم برای من گفت که در یک بغل کوی چی بوده درخت، در او طرف کو، یعنی در او بغل یک جای نمیتور مثل خاک واره که تخت واره جور کرده. برای من مردم چی گفتن؟ میگه مولوی سیبی میخی دلدل بود و نمو او خوری دلدل بود. این دلدل کلان استاد بشود ایجا پایش بسته میکرد در او خور بگه علف میخورد. خوی میخی دلدل چی شده؟ گفت ایره کس برده نمیتونه. گفت چطور؟ گفت یک آدم امی چوبه برده بود، وقتی که رفت که در خانه مینداز هر چی میکنه از شانه دور نمیشه، محکم است. حالی ایران مانده، پس دور خورد تا که پس اینجا انداخت از شانش دور شد. از او خاطری را کسی هم برده نمیتونه. من خو نو رفته بودم، زمستان آمده بود، منطقم خیلی سرد بود. از امو خاطر شاگردا را گفتم، من گفتم بگیره تیشه و اره را. خدا خانه که شاگردا تیشه و اره طلب میکرد پدران نمیداد. گفت در بدر میشیم، ما را تباه میکنی. شاگردا را فهماندم به هر طریق که میشه دزدی کنی از پدرای تانی تیشه را ببره. خب اونجا اکثر در بیابانا، در درختای تنا، در خانه های ویرانه، در چشمه ها، در او طورا جنیات زیاد می باشه. از او خاطر بعضی اوقات که مردم اونجا یک کاری میکنه، اما جنیات باز اذیت و آزار میده. همینطور شخص فکر میکنه که البته کلی تاثیرات و کمالات بگوی دمی درخت و چوبه، حالا که اونجا امو چوبه از جنیات میباشه، تو میبری واز را زور میده، تو را اذیت میده. ما گفتم اعوذ بالله و را بگوی بسم الله را امرای دو صورت کی را اخیره قل اعوذ برب الفلق بخوانه عرق کنه چوبه را. وقتی که چوبه را آوردن 24 بار چوبی خشکی چند ساله او زمستان یک رقم گرم تیر کردم که بخاری ما شب بورس چادم. خب مردم همیشه گوش گرفته بود که مولوی صاحب چی وقت از بین میره، اینطور خوشیده نمیتونه. گوشی ما چر کرده بود، رفتم در بامیان در مرکزش به خاطر ششتن چوب. یکی دیگه خودم میگفتم میگه دیدی زوریشه از او خاطری چوب یاره کرده بود. ما گفتم مردم این گوشم چر کرده از او خاطر آواز نمیشنیدم، ما ایره ششتم. برای ما ضرر رسانده نمیتونه، این چیزا ضرر نمیرسانه. ببینی عوامی بیچاره ما تا آلی را این تصورات داره. شما می تصورات نداره؟ بری از مردم سوال کنی. علی رضی الله عنه پای خود در افغانستان نمانده، لیکن پایگاه سخی چی قدر است؟ کارت سخی کارت سخی و دروغ گوی. چرا این دروغ میگی؟ سخی همیجا آمده شای مردان هستی. پنجه چینار که در کدام جای کلان شده او را به نام چی یاد میکنه؟ شای مردان. این در کجاست؟ این سمی دلدل است. این کدام جای است؟ بگوی. اینجا پایگاهی سخیسته، اینجا گذری سخیسته، اینجا بگوی در یک منطقه ما در یک جای در بین دو که چی است؟ یک قاضی خیلی کلان در بین دو مثل جرواری که از بالا افتاده باشه بند است. وزیر آب آمد همی چی را خودی سنگ زیاد خورده به مثل برابری سر، به نام خوجغاری ولی برش میگن، همونجا قبر است. خو مردم چه عقیده داشت؟ میگه نه علی رضی الله عنه که جنگ کرد وقتی کافرها غلبه کردی گریخت. همینجا که دمی تنگی آمد تنبنه ما میگیم که از بالا او میا دکو
با زیر مثل جری کلان واره میفته در بین دو کوی سنگ. گفت وقتی که از اونمو کوی بزرگ قطی پلخمان که گفتی کوی بزرگ ازد، امی کوی آمد امی تور شد، امی سنگ گرفت. خب گوشت نبی گیره او سنگ به بم اتم اگر از بین بره یعنی دیگه هیچ امکان نداره. خب مردم چی تصور داره؟ بگه علی رضی الله عنه قدر بگه پلخمانی قوی داشت، علی رضی الله عنه چه قسم دلدل داشت. این تصوراتی است و ایرا نه شما جنگنامه سابقه را دیده؟ یک جنگنامه به زبان پشتو است به نام جنگنامه حضرت علی. یک واقعه را ذکر میکنه در اونجا. میر حتم، قصه میر حتم است که رفت کافر به نام مقاتل بود. قلایش دیوارش از کجا تا کجا را بود؟ اول دوره دیوارش از زمین تا آسمان تا عالی را به این قدر وسایل به این قدر وسایل انسان ها تنها در سیاره کی رسیده؟ عطارد یا زحل. تا عالی را در دیگه سیاره نرسیده، در حالی که در این فضا به الله تبارک و تعالی معلوم که چقدر سیاره است و در بین زمین و همون سیاره چقدر فاصله نوری است که چندین میلیون کیلومتر چی داره بگه فاصله داره. خب اونجا دیوالی مقاتل در آسمان رسیده. این بدبختی ها در وطن ماست. جنگنامه است به نام عبدغزه امیر حمزه است. این تصورات غلط است برادرای مؤمن. باید ما عقیده داشته باشیم که بله عقیده پاک و صاف داشته باشیم، یعنی ما از قلب خود اینمی تصورات دور بکنیم. اونو وقت ما موحد واقعی شده میتونیم، در غیر از او کسی مؤمن شده نمیتونه. از او خاطر گفتم که کفتری شاید و شمشیره را و پنجه چینا را خودت اره نکردی، در جایی که سری قبر بیرقاست خودت قطعه دست نگرفتی، میده نکردی، چوبش اون طرف نانداختی، موحد شده نمیتونی. اگر رفتی شما خودیده در یک جای سنگاره یا سنگقاله را همینطور استاد کرده یک دره چوب و نام امام زمان یاد میکنه شد. امام زمان معنیش میفهمی؟ یعنی کسی که متصرف دینمی زمانه است. عجیب است که هم خودش مرده است و هم چی است؟ امام زمان است. این عقیده کفر است یا عقیده اسلام است؟ این عقیده کفر است نعوذ بالله. کسی متصرف جهان شده نمیتونه در حالی که مرده باشه. سرک در بین سرک نمیجا اینجا خونی شهید ریخته، از او خاطری را غرض نمیدیم بیرق سرش زدیم. خون حرام است یا حلال است؟ حرام است. تو در سر خونی حرام ای را مقدس میشماری، پاک میشماری، باز مردم میرن میکنه نمیکنه، دوره ها میزنه، چوبه کشه شور میده، اموت لطگه کشه در گردنا بسته میکنه. اینی حالات ماست. شما بگویی که دین است یا نیست دین؟ تباه و برباد شد مردم ما. عقیده دین خدا نمیفهمه که دین ما کدام دین است و چه قسم عقیده داشته باشیم. از او خاطر است، به خاطر که ایمان تصفیه شود الله تبارک و تعالی بنی اسرائیل گفت که نه، با دست خود با آن چیزی که شما عقیده داره ذبح نکنی، ایمان بگوی کامل نمیشه. ما و شما هم که اینمی چیزایی که در ذهن ما نعوذ بالله قابل تقدس است و او را عظمت قائل هستیم، اگر به دست خود او را از بین نمیبریم مؤمن و موحد قوی نمیشیم. تا وقتی که گنبز را به دست خود چپا کنیم. در شریعت اسلامی سر قبر گنبز جور کردن درست است؟ پیغمبر علیه السلام علی را دنها با چی معذف کرده بود؟ گفت برو اوار کردن قبرایی که از یک بلست بلند است چکو از بین ببر، تمثالا یا مجسمه ها را چکو از بین ببر. علی را دنها ابوالحیاج اسدی را مامور به می وظیفه کرد یا نکرد؟ به اینمی وظیفه کرد. خوی توری کاروایا را مجاهدای بزرگ میتونه، هر کس نمیتونه. یک مجاهد الله توفیق میده، یکی را نمیده. در طول تاریخ بسیار مسلمان و علمای واقعی است، یقینا بسیار مجاهده کرده، کتابا نوشته کرده، خو لیکن این برنامه های عملی را کی انجام داده؟ همون شخص میفهمی؟ میشناسیش؟ همون کدام شخص است؟ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله کتابای توحید خوانده؟ شناخته که محمد کدام شخص بود و چی کاروایی کرده، ولی با تاسف دشمنای اسلام چه قسم برای مردم او را معرفی کرده. دیده که چه قسم کار میکنه. شما به انصاف بدون تعصب برای کتابای از او را مطالعه بکنه که شخصیت او را بدانه
که یک شخصی که یقینا عملا امی قسم کار انجام داده و در مقابل قبر پرستی ها قیام کرده، امو شخص است. مفت نیست که هر کسی کار بتانه، لیکن امو کسی که سردمدار و قدرتمند بود او زمان، او هم آدم موحد بود و دست امرای ازی چی کرده بود؟ یکی کرده بود. از او خاطر مردم پس به سوی توحید الله دعوت داد. سوره را به نام بقره به می خاطر یاد کرد که محبت گوساله پرستی از قلب بر اسرائیل الله چی بکنه؟ بکشش. از او خاطر سوره را به نام بقره یاد کرد. مهمترین موضوع سوره بقره است. این صورت مدنی است، یعنی بعد از هجرت نازل شده. 87م صورت است در نزول خود. اگرچه در تلاوت و ما و شما در قرآنی که به ترتیب ما و شما تلاوت میکنیم دوم صورت است که میخوانیم. قبل از سوره انفال و بعد از سوره مطففین نازل شده این صورت. در بین، البته به اعتبار مجموع، در بین تو آیاتی داریم که آخرین آیت نزول قرآن است، مثل واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله وارد است. این صورت ارتباطش قطع ما قبل بسیار ارتباطات داره. همیشه ارتباطات امرای سوره ما قبل ای امور ذوقی است. ذوقی مانا هر کس به ذوق و سلیقه خود میتونه وجوه مشترک در بین دو صورت پیدا بکنه. از او خاطر او را به نام ارتباط یاد میکنیم. دو وجه مشترک در این صورت خیلی مهم است، آشکاراست. یکی در اونجا ما گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، الله برای ما راه راست هدایت فرما. در اینجا الله جواب میده که تو از ما طلب راه راست کردی، امی قرآن کریم راه راست است. هدی للمتقین، قرآن برنامه هدایت است. تو سوال هدایت کرده بودی او سوال هدایتت مثل دعای تو قبول شد، الله کتاب خود روان کرد، برنامه هدایت توست، دعای تو قبول شده. این کتاب لازم بگی، این برنامه هدایت توست، تو را در درجه تقوا میرسانه. زمانی که در درجه تقوا رسیدی انسانی واقعی به تمام معنا میشی. علی قدم آنقدر در این دنیا به احتیاط میگذاری مثل که پشت سر انشاءالله تقوا را بگوی مقصدش و معنا و مفهوم واقعی تقوا را بیان میکنی. دوم وجه ارتباط در بین سوره بقره و سوره فاتحه است. در سوره فاتحه 3 گروه ذکر شد. یک گروه کسانی بود که انعام الله سرشان شده بود، دوم کسانی بود که مورد غضب الله قرار گرفته بود، سوم کسانی بود که ضالین بود. در اینجا هر 3 گروه را برای ما تعریف میکنه. منعم علیهم کدام مردم است؟ کسانی که دارنده 5 صفات است. کسی که 5 صفات داشت اونمو مردم یقینا انعام الله سرش شده. بزرگترین نعمت الله در دنیا هدایت و در آخرت چی است؟ رستگاری و نجات از عذاب الله است. این بزرگترین نعمت است و در اینجا ذکر میشه. دوم طایفه مغضوب علیهم که بنگ بر الله دعوت قبول نداره. سوم طایفه منافقای بزدل است که در ظاهر و در عمل میبینی قیتوسته اما در حقیقت امرای تو نیسته. اینمی مردم گمراه است که حقیقت گم کرده. هر 3 طایفه را سوره بقره تشریح میده از او خاطر. او بعضی میگه که بزرگترین ارتباط در بین سوره بقره ایاک نعبدو بود. الله خاص تو را عبادت میکنیم. چی رقم در کدام چیز؟ سوره بقره مکمل امی راههای خصوصیت عبادت برای الله را برای ما توضیح کرده میره. نماز است، روزه است، زکات است، حج است، بگوی هر صدقه است. در اینجا کدام مسائلی که تعلق به دین داره و کلش مخصوص الله است تشریح برای ما میکنه. از او خاطر این ارتباط است. در مورد فضیلت سوره بقره احادیث خیلی صحیح آمده. در یک حدیث پیغمبر علیه السلام میگه که اقرأوا زهراوین، 2 سورتی که خیلی درخشنده است، نورش همینطور می درخشه، این شما بخوانی. یکی را بقره و دیگه سوره آل عمران برش میگه. پیغمبر علیه السلام میگه در روز قیامت هر 2 سورت میاد، تو میگی 2 پارچه ابر است چیسته که سریچی خود سایه انداخته باشه. بعد از او پیغمبر علیه السلام میگه بگی سوره بقره را بخوانی. چرا اگر سوره بقره را نمیخوانی حسرت و پشیمانی سرتان میآید. و سوره بقره را که کسی بخونه در خانه هیچ نوع ساحر مقابلا نمیتونه، نعوذ بالله که در این خانه سحر شوه. از او خاطر التزام خواندن سوره بقره خانه را چی میکنه؟
از سحر نگاه میکنه. در حدیث دیگه پیغمبر علیه السلام میگه که شما به مثل خانهتان مثل مقبره جور نکنه، تلاوت قرآن در خانه بکنه. از این معلوم میشه از این حدیث هم که در قبرستان تلاوت جایز نیست. از او خاطر گفت که شما خانه تان به مثل مقبره جور نکنه، بلکه در اونجا قرآن بخوانی، خصوصا سوره بقره را، به خاطر که شیطان در اونجا جای نداره. در حدیث دیگه پیغمبر علیه السلام بر ما میگه که سوره بقره سنام القرآن است. سنام کوهان شتر میگه، یعنی مثل که کوهان شتر خیلی نمایان است، سوره بقره در بین قرآن کریم خیلی نمایان است. چرا؟ آیات مضامین خیلی زیاد داره، آیات های خیلی دور و دراز داره، از کل سورت ها که درازترین سورت امیسته. در حدیث برش چی برش گفته شده؟ فستات القرآن، تجیری بزرگ و خیمه بزرگ در لغت عربی به نام فستات یاد میکنه که در اونجا مردم خیلی زیاد گنجایش داره. سوره بقره را به نام فستات یا خیمه کلان به خاطر میگه که مشتمل بالای بسیار احکام است. این مختلف فضیلت برای سوره بقره آمده. در اینجا سوره بقره چی مضامینی داره؟ از او خاطر مضمونای از این خیلی زیاد است، ما کل مضامین در اول ذکر کردن نمیتونیم، بخش به بخش مقدمه قدم به قدم مضامین ذکر میکنیم. در اول همین سوره بقره بحثی 3 طایفه میشه. چرا 3 طایفه را الله ذکر میکنه؟ هر حرکت و دعوت حق که پیدا شوه در مقابلش 3 طایفه پیدا میشه. یکی او طایفه که واقعا امی دعوت به دل و جان میپذیره، امو مردمی است که به نام متقین یاد میشه. الله تبارک و تعالی امی طایفه را ذکر میکنه، صفاتش و نتیجهش که آخر به کدام نتیجه میرسه. دوم طایفه مردمای است که بنگ برالا مقابله اینمی دعوت حق میکنه و این مردمای هستند که وا کافر هستند. ده ان الذين كفروا سواء عليهم امی طایفه ذکر میشه. نتیجه طایفه را و اصل صفتی که توسط از امی طایفه را میشناسیم او را هم بر ما ذکر میکنه. سوم طایفه مردمایی است که دو دل است، گاهی قدم طرف ایمان میگذاره و گاهی قدم خود نعوذ بالله خلاف مندازه. مردمان بزدل که نه یا او طرف رفته میتونه نه این طرف، رای مشخص نداره، همیشه چهره دوگانه داره، نعوذ بالله. فکر میکنه که ما زرنگی میکنیم، از هر طایفه استفاده میکنیم. الله امی طایفه را صفاتایش هم بیان میکنه، این مضرترین طایفه است. از او خاطر قرآن معرفت از یار صفاتش خیلی زیاد ذکر میکنه. ضربه بزرگ برای مسلمان ها از امی طایفه است، از او خاطر الله ای را معرفی میکنه و بعد از او وضاحت این طایفه را توسط مثال بر ما میکنه و نتیجه بزرگی طایفه را قرآن برای ما بیان میکنه. معلوم میشه که دعوتگرای رای حق همیشه این 3 طایفه را در مقابل خود داره. اینی بخش اول مضمون قرآن کریم است. در اول آیاتا الله تبارک و تعالی اثبات صداقت قرآن میکنه. به اثبات صداقت قرآن کریم نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه. بعد از الله قرآن معرفی میکنه که قرآن کدام کتاب است. بعد از او مقصد نزول قرآن کریم یا حکمت نزول قرآن کریم الله بر ما ذکر میکنه. باز بعد از او بر ما میگه که از این کتاب کدام طایفه فایده گرفته میتونه. این در اول است. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام الله تبارک و تعالی، از او ذاتی که الرحمن است خیلی مهربان است، الرحیم ذاتی که خیلی رحم کننده است. الف لام میم. الله عالم است به اصل معنا و مفهومی کلمات. این جمله و کلمه که گفته شده مطلب واقعی و حقیقیش کی میدانه؟ الله تبارک و تعالی. در مورد اینطور حروف به نام حروف مقطعات یاد میکنه. مقطعات این معنی که یا جز خوانده میشه، یعنی علایده الف لام میم. اینطور علم نمیخوانیم. یکی از جمله بگوی که میگیم پیغمبر الله بالای صحابت تلاوت میکرد قرآن، از اینجا معلوم میشه. ولی عربا خودش عرب بود، چی ضرورت بود که پیغمبر سرش تلاوت کنه قرآن؟ چرا قرآن هم عربی ولا لسان ازوام عربی. لیکن نه، فرق در بین علم و الف لام میم
غیر از پیغمبر دیگه کس کرده میتونه. یکی از جمله معجزه های پیغمبر این میسته که در یک جای الف لام میم میگی، در جای دیگه علم میگی، مثل علم ترى کیفه. اگر این شکلشان بگوی یک رقم است. در او زمانی حرکت ها نبود زبر زیر پیش، حرکت ها زبر زیر پیش در زمان حجاج بگوی ابن یوسف در او زمان پیدا شد، از او پیشی گپا نبود، نقطه ها حتی نبود دیگه. از او خاطر فرق در بین علم و الف لام میم توسط کی شده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. علما مفسرین دو دل شده. یک جماعت مفسرین میگه که بس ایره یک نوع معنا نمیکنیم، به الله می سپاریم، کلماتی است که الله خود معنایش میدانه. خب بله، سه عقیده در مورد این حروف بکار است. یکی عقیده کردن به ای که این بیهوده نیست، حتما فایده مصلحت داره.